سلام بچه عزیز، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. آقا اومدیم پارت دوم فازبر فردی رو بریم، یا همون 5 شب با فردی. پارت قبلی رو اگه یادتون باشه ما شب چهارم رفتیم ولی کات خورد اونجا و ویدیوی آخرش آپلود نتونستم انجامش بدم، آپلودش کنم. اگه اونجا وسطش کات خورد اشکال نداره بچه‌ها، درستش میکنم اگه ایشالله اگه بتونم. خب اومدیم با پارت دومش ببینیم این دفعه چی میشه. اگه پارت قبلی رو ندیدین حتما بریم ببینید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله بغلم بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتیم یادتون مطلع بشید و بیاین ویدیو بعدی ما رو ببینید. اگه پارت قبلی یادتون باشه من فکر کنم روز چهارم رفتم. بریم برای روز دوباره چهارم. آخر سر از خیلی پارت اول خرشانسی آوردم. ای زبونم میگیره. خب آقا بسم الله. پارت های قبلی رو ندید دیگه، شوتین دیگه، نمیدونید داستانش چیه. همون پارت اول بهتون گفتن داستانش چیه. آقا دوباره نمکی بهتون میگم داستانش چیه. ما یه نگهبانی، خب از ناچاری اومدیم تو این مغازه فازبر فردی. آقا یه پاور اینجا داریم، یه در اینجا داریم. هر وقت که بانی یا چیکار یا فردی اینجا دیدیم سریع بعد اینجا رو ببندیم تا ما رو نکشن. بعد 6 روز رو دووم بیاریم تا ساعت 6 صبح دیگه. نمکی توضیح دادیه. یا حضرت عباس. وای این وقتی کلا باز میشه نگاه کنید دور میدوید چه صافت. وای قلبم دیدی، برای همین بستم درو. وای چقدر زود اومدن. گوشیم دوباره گرفت. دارم با گوشی ویدیو ضبط میکنم، خب برای همین میگم گوشیم دوباره گرفت. هی باگ میخوره دیگه، گوشی سرده. ولی بلی از این چیزا نداشتی. یا حضرت ابوالفضل، حضرت ابوالفضل. ممکنه فردی اینجا باشه کنار چیکا. خب یا حضرت ابوالفضل. و راستی چیزی هم بهتون بگم، روز مادر به مادرتون همیشه تبریک بگید. یا ابوالفضل چجوری شانسی زدم. یا حضرت عباس این اینجاست. یا حضرت بابا هنوز ساعت 2 نشده که میخوای منو پاره کنی. بذار دماغشو بزن، خیلی حال میده. یا حضرت ابوالفضل. امیدوارم وقتی بخوام ویدیو رو بفرستم تو یوتیوب کات نخوره دوباره وسطش قطع شه. شما بینندگان عزیز به چیز کنین، وسطتون سر بره. اگه بازهای دیگه هم خواستین لطفا تو کامنت ها بنویسید، بازهای دیگر براتون میذاریم. نسخه گوشی مثلا پاپی پلی تایم. یه باز دیگه اسم انگلیسیش رو خب بلد نیستم. چجوری فاکسی اومد؟ من فکر کردم وای حاجی شانس آوردم در بسته بودا، بگه فاکسی نفهمیدم فاکسی اومده بود. شانسی آبار گم شد دیگه، کسافت. خب فکر کنم رفت. از صدا پا گوشیم شاید گوشیم یه چیز میشه. یا حضرت عباس. کسایی که پارت قبلی رو ندیدن واقعا نمیدونن این کسافت ها چی اینجوری میشن. اگر هم دیدین کات خورده خب ببخشید دیگه بچه، سخت بود، باگ خورد. آخه من بخوام آپلود کنم ویدیو رو تو یوتیوب خیلی سخته، پارم. یا حضرت عباس غلط کردم بابا، من دیگه یا ابوالفضل. یا حضرت ابوالفضل قرار پاره شی.
امیدوارم زیاد جامپ اسکر نبینی. جامپ اسکر هم حال میده. خب زهر ما رو داب داب دور داب داب داب. من از صدا پا متوجه میشم ورته که ای بیباد فوز. یو حضرت ابوالفضل میترسم آجی در رو بکنم. کجا رفت فردی؟ فردی کج؟ فردی کج؟ یا ابوالفضل قشنگ سخت دیدن. چشای خوبی داری، چشا سگ دارن. میترسم در رو بکنم عجیبه. حواسم به ترسا. وای ترسیدم که خر. حواسم به ترسا، حواسم به ترسا. تو بیناموس چی رو دماغ این چیزه؟ ویدیو پیامک یوتیوب اومد. لکن حواسم بهت هستا. میقلمت باید هم اومده. خیلی داره بد نگاه میکنه ها. تا حالا فردی رو اینجا ندیده بودم. سه تا پسی میزنم ها. بکنم سه تا نشد، 4 تا. وای پاورم تموم شد. یا حضرت ابوالفضل. یا حضرت ابوالفضل کسایی که بود زبونم. نه من نخوری یا من خوردنی نیستم آقا، من خوردنی نیستم. دان یا حضرت ابوالفضل من گوشامو میگیرم. وای ای بابا باز من خورد. آقا دوباره بریم برای شب 4 کارو بگید گذاشتن تو لباس. بریم برای شب 4 دوباره. خب آقا اومدیم برای دوباره شب 4. هنوز شروع نشده و یکی اومد. مکتوم نیمان اغلی. آقا بذار شروع بشه دیگه. ببخشید. کبابی فریبرز با گوجه سامورایی. چیز اشتباه گفتم. وای نه یا ابوالفضل همه دارن چرا همه دارن به من نگاه میکنن.
بابا همه چرا میخوان منو بخورن ولی بیدی از این چیزا نداشتیم. زبونم گرفته خود. میخوای چی بخوری؟ میخوای من بخوری که بیلاخ بخور. غلط کردم. بابا گم شد. کثافت. من چون پارت قبلی خیلی حرفه‌ای شدم دیگه منو نمیتونم بخورم. چون پارت قبلی حرفه‌ای بودم اینجا هم حرفه‌ای هم و فقط فردی موقعی که پارتیم تموم میشه من نمیتونه بخوره. نه اینجوری. الان میزن دهنم برخون میکنه. اینجا خالیه. فردی 2 هم میریم. اگه پارت این سومین رو ضبط کنم خب بعد اون میریم فردی 2. یا حضرت اول و حضرت عباس. بقدر باید بخوری. بچه انتظار چی داریم؟ یا برفت میگم چرا بانیه نیست. بابا چرا نرفت بطی به ایمان کنم نوشن دیگه رفته. بابا گام شد دیگه. حتی میمان اغلی خب دیگه واقعا رفته. آقا غلط کردم. آقا نمیتونم بچه ها دیگه ببندم. برای چی؟ خواستم چک کنم. آقا یا نفس وای بابا نذاشت. الله اکبر. الله بختکی همیتونه علچه چرا مردم. ای بابا آقا این دفعه یه بار دیگه آقا دفعه قبلی چرا نتونستم درانه. خواستم یه چک کوچولی یا اول خواستم یه چک کوچولی بزنم از همین الان صدا پاهاشون قشنگ میان. صدا پا یا حضرت عباس کجا؟ بانیه وقتی بانیه اینجاست. چیکای کجاست؟ یا حضرت عباس بد جوری هست بانیه. به بیلاخ دابل بیلاخی بخیر بابا. چرا فاکسی پا نمیشه؟ فاکسی ترسوه. چرا فاکسی بی خاصیت ترسو. فاکسی بی خاصیت ترسو. شیلش فاکسی صدا میشه. علی مستمر الله علی قدرت شیشه. علی قدرت مستمر الله علی قدرت علی قدرتی جو علی قدرت جو خیلی نمیاد. حاجی من نمیدونم چرا نتونستم ببینم. خواستم یه چیک کوچولویی بزنم فکر کردم رفته. آخه صدا پا میداد فکر کردم رفته. یا بس میگم رفته نگو نرفتی این کثافت. من فکر کردم رفتی های فاکسی. فاکسی که بانی قرارمون این نبود بانی. ابرفست برای که میبینید زود میان چون شب 4 ویدیومون طولانی نشد. چه
بازی کراب گیم یا همون شبیه ساز اسکوید گیم هم میریم بابام جان. باید بعدش اینه دیگه من تو ویدیو نمیتونم صحبت کنم یا صدای ویدیو رو ندارید. ولی یه کارش میکنم هم صدای من داشته باشید هم صدای ویدیو رو. باید بعدش اینه دیگه نمیتونم با کسی حرف بزنم تو کراب گیم. ها؟ اینجوریه. وای کلبم. وای من یادم رفت وقتی اینجوری میشه فاکسیه میاد. وای وای قلبم. من یادم رفت همون اول حواسم بود اینجوری میشه فاکسی میاد. آقا درست ویدیو کوتاه شد خب، ولی دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید. رسیدیم به ته ویدیو. آقا لایک کامنتاتون رو میخونم. سابسکرایب زنگوله بغلم بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتیم خبردار شید. آقا خیلی ترسیدم این دفعه. خیلی جامپ اسکر فکر کنم خوردیم. 2 تا 3 بار جامپ اسکر خوردیم. درسته ویدیو کوتاه شد ولی دیگه پارت سومش فکر کنم 1 ساعت میشه ویدیو. آقا مرسی که تا اینجا این ویدیو رو دیدید. اگر خوشتون اومد لایک کنید. خداحافظ بچه‌های عزیز.